سلام علیکم. ما گپم داریم پیشتر. شال اول ساعت شما خوب هستن؟ آرام هستین؟ هیچ ضرور نیست داخل بریم همینجا قرار صحبت میکنیم. کاکا جان دخترک شما خب مکتب میره دیگه از بود. مکتب میره یعنی چند روز میشه که رخصت هست. رخصت هستن از خاطر تابستان. صحیح است. دیگه صحیح. به حساب بیرون دیگه کاری چیز نمیکنن. نه دیگه کاری نمیکنن. خب صحیح است. کمک‌ها خب به حساب ماهانه شما برین پولایتون میگیرن. تو چهارم میشه یعنی کمک میشه بونات میشه دیگه کتلامود کتی مشتوکه کو یک چیز میشه. خب برو شکر همون پیسا مقدار پولی بود که دخترک شما کار میکرد نه؟ همون را بر شما باز روان میکنیم. مقصد کوشش این میشه که اونا مکتب برن. مکتب میرن. یک چیز یاد بگیرن سبا صاحب یک کار شون یک بار شون حساب زندگیشون جور شون. دیگه دیگه بینی ها از وقتی که از مکتب رخصت شدن ما یک مدرسه براشون ملاقات کنیم درس دینی میخونیم. صحیح است. باز چی میگه پسند در کامرا میگیریم. صحیح است. با اجازه تان خیر دیگه. خدا حافظ. روزخوری نیست که چای ما آرام باشید. زنده باشید. زنده باشید. ده کوشش کنید. خب خانم.